مسیحا بهمن، حال شما؟ چند سوال چالشی پرسم ازتون؟ در هفته چند بار رابطه؟ 3 بار عزیزم. بهترین شب برای رابطه؟ شب جمعه. بهترین ساعت رابطه؟ 8 شب تا 8 صبح. بهترین و محبوبترین سایز مملو؟ 80 تا 85 بستگی به شغلم داره. بهترین سایز؟ 13.5 تا 15 بستگی به حجم خانومم. رنگ مورد علاقه آقایون؟ صورتی. بهترین چیز برای شروع رابطه؟ روغن زیتون، وازلین، اگه نبود تو که من اصلا قبولش ندارم. بهترین تخلیه سنتی؟ تل اونم پیشنهاد نمی‌کنم. بهترین تخلیه مصنوعی؟ لیدوکائین 9% 2 تا پیس کافیه. بهترین تخلیه طبیعی؟ یخ. بهترین خوراکی برای پر کردن مخزن؟ پیاز خام، تخم مرغ خام، معجون. دنده عقب یا جلو؟ قطعا جلو. فرغونی یا خیاری؟ خیاری. و در آخر بیشترین سوالی که از شما میپرسه خانم دکتر چیه؟ که عقب درد داره. و جواب شما چیه؟ خب من قبلا این کار انجام ندادم، بفرست واسه کسی که انجام داده برامون کامنت بذاره. و صحبت نهاییتون؟ هر سوالی هم هست بپرسید، من تو کامنت جواب میدم. متشکرم، ممنونم.